سلام بچه ها، چطورید؟ اومدیم یه ویدیو دیگه با کابوس پلیرها اومدیم بازی دریبلینگ با تیم منتخب ببینیم کیا میبرن و تیم خیلی بهترین تیم و یکم با تیم ضعیفتری بریم چند میزنیم. حالا سلا پا به توپ میره، یه پس بعد راست شده یکم گربم توضیحت من تازه واردم توش. او پس میگیره اولا کسیانو توی عوض زن چجوری ماشالله کسیانو بچه ها تو بهترین بازیکن مورد علاقه تو بهترین بازیکنی که دوست دارید رو تو کامنت ها برام بنویسید تا من متوجه بشم شما چه بازیکنی رو بیشتر دوست دارید. کیلیان امباپه، رونالدو، مودریچ، سلا چیزا کلی بازیکن تیم حریف به کورنر. من دوست ندارم نیمار، دوست دارم کورنر رو بزنه، سانه نه. نیمار کورنر رو ارسال میکنه یا در چارچوب قرار نداشت. بچه ها یه چی میخوام بهتون بگم، لایک این ویدیو فراموش نشه لایک کنین و ویدیو بعدی خودتون تو کامنت ها باشین چه باشه، مثلا ویدیو پابجی باشه، کالاف باشه، هر ویدیویی که شما بدین تو کامنت ها من انجامشون میدم و من تلاش میکنم که شما از ویدیو من لذت ببرید و لایک کنید. تا الان فعلا یکی زدیم. سلام چیکار کرد؟ شوت زد. Ronaldo. Oh, that was nice. Throw in here. رسانه موقعیت یه شوتش اصلا جالب نبود. شوتش جالب نبود. نیمه اول از جای به پایان برسه. اینجا خوب نیستن. راموس میزنی؟ کار خوبی نیست. راموس نزن وگرنه داداشش بیاد بره. حالا کریستیانو میرسه. اول ویدیو استوب میکنم تو تبلیغ یه تبلیغ برام نداشته هسته بچه این تکبیر منه من میخوام کنه باید دیگه بیارم یاستم سیلوا بیارم بزرگه ایشون ریزمنم بیارم بزرگه حالا سیلوا بیارم بزرگه حریفه بیارم بزرگه حریفه یا بزرگه رونالدو کام سالی نفس بیارم کم بکنم با ایکی دورنه خیلی خوبه. حالا دوباره بریم برای نمیاد تو دیواری حریکت بیزن
یا دیونش خالی میشه یا شوتی بود گریزمن تو اتلتیکو مادرید بود میکنی نظارت بچش تو زیاد خوب نیست یکی و خطا ماشاءالله سلام بشه پاسه چندون میدم He showed a bit too much to the opposition there. Great technique. Oh, he must score. Griezmann, good save. Both sets of players have had their fair share of the ball. Here's Van Dijk. They want to add to their lead here. Oh, a chance now to turn defence into attack. Oh, he did really well there. And this really takes the pressure off the defence. Now it's Griezmann. Harry Kane. What's the name of it? He's so skillful on the ball. He showed a bit too much to the opposition there. Here's Kane. Using the width here. Well timed. Here's Kane. Now it's Griezmann. Mohamed Salah. The captain then. He's oh no, خودت چه صفتت باز گل بیشورم بیامه چطوری نزدیش تو گل چه صفتت کیوی Cleared forward by the goalkeeper. چه اینا داد بدیم زیگ کنم با سر میفتم زمین Played in field. He must score, surely. It's with the striker. And this is Kane. دروازه خالی خراب میکنه هری کین دروازه خالی خراب میکنه هری کین ریپ حالا سوت داورا داوره اسرائیلی میزنه داور مسابقه این مسابقه میزنه و پنالتی و بازی تمام میشه بچه خدا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه لایک ویدیو فراموش نشه و حتما تو کامنت ها برید که ویدیو بعدی چی باشه خودتون انتخاب کنید من انتخاب نمیکنم خودتون انتخاب کنید که ویدیو بعدی چی باشه و من براتون انجام میدم تا ویدیو بعدی خداحافظ